ما وقتی زیادی را برای تحلیل عادت‌ها و طرز فکری آدمان خوشبخت صرف می‌کنیم، اما وقتی کمتر را برای شناخت رفتارهایی می‌گذرانیم که آنها ندارند. از همین سبب در این برنامه 9 کاری را می‌آوریم که خوشبخت‌ترین آدمان دنیا قطعاً انجام نمی‌دهند. نخست عیب‌جویی نمی‌کنند. آدمان خوشبخت دیگران را برای عمل و رفتارشان سرزنش نمی‌کنند، مگر آنکه تنقید برای نیکی و سعادت آن شخص ضرور باشد و این کار را با محبت، مهربانی و احتیاط انجام می‌دهند. سرزنش و تنقید دیگران با مقصد پس زدن و خراب کردن آنها عادتاً نشانه بی‌اعتمادی به خود است. آدمان خوشبخت به دیگران غمخواری می‌کنند و میل به آزار دادن آنها ندارند. دوم، مقایسه نمی‌کنند. آدمان خوشبخت از انتخاب‌های زندگی خود راضی و خوشنودند. آنها برای چیزهایی که دارند سپاسگزارند و طرز و اسلوب زندگی خود را با دیگران مقایسه نمی‌کنند. سوم، شکایت و شکوه نمی‌کنند. شکایت کردن بیشتر نشانه تمرکز به چیزی است که ندارید، نه به چیزی که دارید. شما هرگز نمی‌توانید همه چیزهایی را که آرزو می‌کنید داشته باشید. آدمان خوشبخت می‌دانند که شکایت هیچگاه راهی حل نیست. چهارم، در گذشته زندگی نمی‌کنند. در گذشته زندگی کردن عادتاً معنای زندگی در پشیمانی و حسرت گذشته را دارد. اگر یادآوری گذشته چیز جز آگاهی برای آینده نداشته باشد، بیهوده صرف کردن وقت است. مثبت باشید و سخت مهنت کنید تا از حاضر آینده بهتر بسازید. از چیزی که الکی رخ داده است بگذرید، دیگر به دردتان نمیخورد. پنجم، وقت را بیهوده صرف نمیکنند. آدمان خوشبخت اهمیت و ارزش بودن در زمان حاضر را میدانند و از هر لحظه بهترین استفاده را میبرند. ششم، کوشش نمیکنند دیگران را تغییر دهند. آدمان خوشبخت دوستان و آشنایان خود را همان گونه که هستند و در همان مقطعی که قرار دارند دوست می‌دارند، بدون دودیلگی و ناراضگی یا ناامیدی. آنها خصوصیت‌های مثبت را تحسین می‌کنند. هفتم، فراموش نمی‌کنند که رشد شخصی اولویت دارد. آنها به هدف‌ها، آرزوها، عادت‌های هر روزه و سلامتی خود تمرکز می‌کنند. با همین توجه به تمرکز می‌توانند به هدف‌های زندگی خود برسند. هشتم، نگرانی قضاوت مردم نیستند. آدمان خوشبخت واقعاً با آنکه دیگران درباره آنها چی فکر میکنند اهمیت نمیدهند. آنها با سبب‌های درست و حساب شده خود هر کاری را که دوست می‌دارند و به آن نیاز دارند انجام می‌دهند. تایید یا مخالفت دیگران به آنها تأثیر نمی‌گذارد. نهم، از حد زیاد فکر نمی‌کنند. آدمان خوشبخت می‌دانند که فکر کردن به جزئیات میده و پیچیدگی‌ها اکثر وقت ریشه دپرسیا، اضطراب و استرس است و پیش روی شکوفایی آنها را می‌گیرد و آن را نابود می‌کند. باوری کامل داریم که شما نیز برای خوشبخت بودن از این 9 موضوع استفاده خواهید کرد. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم.